توضیح دادم، گفتم دوست دخترت شبا با فلانی دست تو دسته. خیلی چیزای بیشتری هم براش باز کردم و خودش هم میدونه که بعد برنامه اینا با هم دیگه اوکی شدن و اصلا خودش هم با پیک میان جدا از این، یعنی یاشار رو کلا زدن کنار، خودش هم با پیک میان، فقط یه بازی برای شما راه انداختن. این روزا یه سری حرف و حدیث تازه درباره فصل جدید عشق ابدی پخش شده که ظاهراً حواشی زیادی درست کرده. مهمترینش هم اینه که میگن حضور دوباره جاوید توی برنامه تقریباً قطعی شده و قبل از قسمت 60 قراره برگرده و یه فرصت دوباره هم بهش میدن. شایعات میگه که تیم برنامه از قبل خبر داشته که اکس جاوید قراره وارد مسابقه بشه و برای همینم این سناریو رو چیدن. از طرفی هم انگار رابطه سپیده و جاوید لو رفته بوده و تهیه کننده ها دنبال ساختن یه ماجرایی شبیه اتفاقات فصل قبل بودن. طبق این روایت ها ورود موژان همه چیزو به هم میریزه. همون کسی که میگن باعث فاصله افتادن بین جاوید و سپیده میشه. حتی گفته شده موژان بعداً با آیدا صمیمی میشه و بیرون از برنامه هم فیلم های داوید سجاد برای آیدا میفرسته که باعث جداییشون شده. از طرف دیگه شنیده حاکی از اینه که یه شرکت کننده جدید به اسم علیه که ساکن فرانسه است و قراره به جمع اضافه بشه. اما ماجرا فقط اضافه شدن افراد جدید نیست، گویا برای فینال و نیمه فینال هم 2 تا حذف قطعی در نظر گرفتن، مهیار و یاسمینه. میگن مهیار به خاطر یلدا خودش رو کنار میکشه و حتی تلاش میکنه مثل بعضی فصلهای قبلی دوباره با یه نقشه برگرده، اما ظاهراً قبول نمیکنن. برای یاسمینم گفته میشه که سر قسمت 60 از برنامه کنار گذاشته میشه. بین شرکت کننده ها هم دعواهای سنگینی رخ داده در حد بحثای تون بین سرجیو و یاسمین و حتی مهیار. از طرفی زمزمه هایی هم از یه درگیری فیزیکی بین سرجیو و معین شنیده میشه که البته مشخص نیست چقدر توی برنامه پخش میشه، چون ظاهراً بخش زیادی از این اتفاقات سانسور شده. از اون طرف شایعات عجیب و غریبی هم درباره برخورد با برخی شرکت کنندهایی که بعد از برنامه به ایران برگشتن مطرح شده، مثل چیزهایی مثل بازداشت، پاک شدن پیج ها و ماجراهای گونی که معلوم نیست چقدرش واقعی باشه. همین باعث شده بقیه شرکت کننده ها از برگشتن به ایران بترسن و فعلا تو خارج بمونن. تو یک حاشیه خنده‌داری هم گفته میشه که یکی از شرکت کننده های همیشه در لایو وسط پخش زنده به کیمیا زنگ زده و مستقیم ازش درباره رابطش با احسان پرسیده و همه چیزو علنی کرده. کیمیا هم طبق معمول زده زیرش، ولی بعضیا میگن پشت پرده واقعا بینشون داستانیه که بعد از پایان برنامه میخوان علنیش کنن. در کل اینها مجموعی از شایعات و روایت‌هایی که این روزها درباره پشت پرده عشق ابدی دست به دست میشه و معلوم نیست چقدرش هم واقعی باشه. یه آدم بازیگره بچه، چون من ماجرای سردسته کفتارا و بچه کفتار صورت جلی و مستقیما شخص خودم برای اون آقا توضیح دادم. گفتم دوست دخترت شبا با فلانی دست تو دسته. خیلی چیزای بیشتری هم براش باز کردم و خودش هم میدونه که بعد برنامه اینا با هم دیگه اوکی شدن و اصلا خودش هم با پیک میان است جدا از اون، یعنی یاشار رو کلا زدن کنار، خودش هم با پیک میان، فقط یه بازی برای شما راه انداختن. پس شما بگید اگر که یه رابطه واقعی باشه به تو بگن که دوست دخترت با فلانی شبا برنامه و دست تو دست و فلان و بیساره و تو بدونی این موضوع رو کات کنی بعد بری باهاش ادامه بدی، تو فقط بازی کردی. درسته؟ پیک میان و یاشار یک رابطه کاملا فیک بوده بچه، یک رابطه کاملا فیک بوده و رابطه بچه کفتار صورت جلی و دوست سرش هم یک رابطه کاملا فیک بوده که الان میان برای شما عکس و ویدیو و این چیزا کلاب میکنن. اینا اصلا پشت پرده بچه کفتار صورت جلی با کفتار سردسته تو رابطه بوده، از همون تو ویلا می اتفاق افتاده ها. یعنی روزی که میام راجبشون حرف بزنم خیلی چیزا رو برای شما روشن میکنم، تا دیالوگاشون هم به شما میگم، تا کارایی هم که کردن رو به شما میگم و من اینا همه رو به این آقای
مظلوم گفته بودم، اما دلیل این که میره توی گروه قرار میگیره کنار گروه کفتارا و بعد از اینم توی برنامه بازیشو ادامه میده با این خانم و بعدش هم میاد برای شما عکس و فیلم و این چیزا رو کلپ میکنه که شما به خیال این باشید که این آقا با بچه کفتار صورت جلی تو رابطه است که مردم بخوان بگن اوه شما دو تا چقدر بهم میایین، چقدر فلان، چقدر بیسار. از این خبرا نیست. بنده پتاشون رو براتون میریزم رو آب. یکی پرسیده که قرارداد میگن نوشتیم نباید ما مثلا عکس غیر هم بذاریم و اینا. دروغه. برنامه از اول تا آخرش رفتن اسپویل کردن. قرارداد گفته دوستان من متن قراردادمو برای همتون استوری میکنم. قرارداد همه ما یه دونه بوده، یه چیز بوده. این بوده که تا 1 سال بعد از برنامه حق نداری توی یه برنامه مشابه این شرکت کنی. این بوده که برنامه رو اسپویل نکنی که خیلی ها اومدن اسپویل کردن. دارید ببینید تو همون خاک ترکیه هم هستن. 10 دفعه به کارگردان گفتم اینا دارن اسپویل میکنن، جهت میدن به برنامه و اتفاقات. چجوریه؟ چرا اینجوری داره میشه؟ گفت من باشون برخورد میکنم. اون داستان خانم موژان یه چیز فیک بوده، نمادینه، اونم بازی داده. این فصل کی قایم میکرد غذا رو؟ مستقیم دارم بهتون میگم، آقای احسان نوشابه قایم میکرد، خانم مارمولک موز قایم میکرد. تو برنامه گفتم بچه‌ها، تو قسمت فکر کنم 32 یا 33 گفتم احسان نوشابه رو قایم میکنه. پسر آیدا کلام کجا داخل کلام با هم دیگه بودیم؟ بچه‌ها کلام همه با هم همه با هم دیگه بودیم. من بودم، روژان بود، وحید بود، سرجی بود. گریه می‌کرد همشون. من دستش ناراحت شدم. آقا خودش هم اونجا بود، هر چه اصرار کردیم که من دیگه نزدیکشون کنیم، هی خواستیم وساطت کنیم که آیدا و اصلا رفته بودیم برای همین که آیدا و سرجی با هم اونجا کنیم، برام نزدیکش کنیم. اونم رو قابلگیر کردن. خدا سرجی گذاشت رفت، من تکست داد من دیگه اینجا نمی‌بینم. اینا پرنسس ها، زدن برای پرنسس تاج بگیریم. آره خوبه. روزا میشه بگی ایشون برای تا برای آشتی من و آیدا اونجا بود، برای یه میشه بگی تو داخل لایف حقیقت تو برای اونجا بود. ایشون برای جان احسان واقعیت بگو، بهش بگو برام. چون اونم اصلا نخون نمیدونم من میدونم. من میگم آقا به این نشون که 4 تا لوکیشن داخل کلام عوض کرده. 4 تا لوکیشن، 2 تا لوکیشن، هوا فرق داشت. لوکیشن 2 تا لوکیشن رو رفتم دنبال راموس، 2 تا لوکیشن رفتم دنبال کیمیا. خدای راست. کیمیا نبود که. یه شب دیگه میگه آیدا اسما رو قاطی می‌کنم. نه درست سجاد فشار رسیدی بده ملت شاد. رفتم دنبال آیدا، هی آیدا اول در میرفت، سرجی عزیز برداشت. ولی سجاد قیافت کوپ برنامه کنه. من دارم داخل میبینم قیافت کوپ برنامه نمیاد. چرا دارن نگفتن؟ بچا بگین تو برنامه بدنسازی منظورته؟ نه برنامه دست کلاپ برنامه میذارم. به جان مالا داخل زندگی فکر کنم برای اولین بارم بود رفتم کلاپ. برای همین خیلی تعجب کرده بود. خیلی از این خدا به اون میاد. کجاست؟ انقدر نورم میزد داخل. این زبل خان شده بود. از این سو به اون سو. چشام اصلا نمیدید. من چشام اولین چیزی که ازم پرسید قاضی بنداخت اینجا قاطیه. آره دخترا پسرا دیگه جدا. من گفتم نه الان جدا. من دیدم دختر پسرا با هم دیگه میرن، بعد در گیتش اینور دخترا تفتیش میشن، اینور پسرا. دخترا اینور پسرا اینور. اومد تو دید اصلا. من رفتم داخل دیدم هو قاطیه. ولی خب بگو جایگاه ما جایگاه اختصاصی بود بالا سر دیگه وی آی پی. خیلی با کلاسا وایساد بود. تحویلمون گرفتن دیدم. میگه 104 با ما کتک کاری کردن و کتکی نزد. چی کتک کاری؟ نمیدونم میگه هادی سجاد خیلی خوب مونده. احسان رفت بسری بسازه. وجدانم اینو راست میگی یا داره فیلمو میکنه؟ خوب مونده خودش. منم میگم خوب مونده. من زید نداشته تا حالا. 28. ممنونم از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودین. اگر از این ویدیو لذت بردید حتما یه لایک یادگاری بزنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا هیچ کدوم از تحلیل هامون رو از دست ندید و بهتون پیشنهاد میکنم با دیدن یکی از این ویدیوها از خبرهای قبلیمون هم آگاه بشید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.